وقتی دونالد ترامپ بازیگر بود، فیلم‌ها و سریال‌هایی که رئیس جمهور آمریکا توش بازی کرده. قبل از اینکه دونالد ترامپ بشه رئیس جمهور جنجالی آمریکا، قبل از توییت‌های پر سر و صدا و شعار معروف Make America Great Again، اون یه ستاره سینما بود، یا حداقل خودش اینطور فکر می‌کرد. شماره 1: روح‌ها نمی‌توانند این کار را بکنند. سال 1989 اولین حضور رسمی ترامپ در سینما برمیگرده به سال 1989. یه درام عاشقانه فانتزی که منتقدها گفتن فقط یه چیزش ترسناک بود، اونم بازی ترامپ بود. جالبه بدونین برای همین نقش ترامپ جایزه تمشک طلایی رو گرفته. البته نه برای بهترین بازیگر، بلکه برای بدترین بازیگر مکمل مرد. شماره 2: تنها در خانه، نقطه اوج شهرت سینمایی ترامپ. وقتی کوین وارد هتل پلازا میشه، یه آقای کت‌شلواری مجلد رو میبینه که راه رو نشونش میده و اون ترامپه. صحنه کوتاه و به یاد موندنی. جالبه بدونی اون موقع ترامپ واقعا مالک همون هتل بوده. شرط گذاشته بود که اگر فیلمسازها میخوان اونجا رو فیلم برداری کنن، باید خودش هم توی فیلم باشه. شماره 3: The Little Rascal. سال 1994 ترامپ در فیلم کودکانه نقش پدر یک بچه پولدار و لوس رو بازی میکنه. تقریبا همون نقشی که بعداً تو دنیای واقعی هم ادامه داد. شماره 4: Across the Sea of Time. سال 1995 نقش خودش رو بازی میکنه. شماره 5: The Associates. سال 1996 اونجا هم نقش خودش رو بازی میکنه. شماره 6: Celebrity. سال 1998 نقش خودش رو بازی میکنه در فیلم وودی آلن. شماره 7: Sex and the City. سال 1999 در یکی از اپیزودها به عنوان خودش ظاهر میشه. شماره 8: زولاندر. سال 2001 نقش خودش در صحنه فرش قرمز. شماره 9: Two Weeks Notice. سال 2002 خودش در نقش کوتاه. و اما سریال ها: 1. The Fresh Prince of Bel-Air. سال 1994 نقش خودش رو بازی میکنن. Suddenly Susan. 1997 نقش خودش. The Nanny. 1996 خودش با ملانیا. Spain City. 1998 نقش خودش. Days of Our Lives. سال 2005 نقش خودش. و آخرین برنامه همون کشتی کج خودمونه به عنوان شخصیت مالک برندی. و شوها و برنامه‌های تلویزیونی دیگه‌ای رو هم داشته که اکثرا در اونها یا میزبان بوده یا تهیه کننده اصلی بوده یا میزبان و مهمان بوده یا چندین بار مهمان بوده تو اون برنامه‌ها و گهگاهی هم تهیه کنندگی، مجری یا داور هم بوده. ولی ترامپ اغلب چند ثانیه تا 1 دقیقه در فیلم‌ها دیده میشه. اما چون چهره بسیار شناخته شده‌ای بود، حضورش همیشه مورد توجه قرار می‌گرفت. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه.